برخی از آنها به بریتانیا و فرانسه و برخی دیگر به روسیه و رودهای دوردست آسیا یورش بردند و در نهایت از طریق رود ولگا خود را به دریای کاسپین و سواحل مازندران رساندند. مردمانی که آنها را در آن زمان روس می‌خواندند همان وایکینگ‌های مستقر شده در شمال غرب دریای کاسپین بودند. نخستین باری که وایکینگ‌ها به کناره دریای کاسپین و سواحل گیلان و مازندران هجوم بردند در زمان فرمانروایی حسن بن زید مؤسس دودمان علویان در طبرستان بوده است. وایکینگ‌ها در این سفر به جزیره آبسکون در سواحل شرقی دریای کاسپین حمله کردند که ناموفق بود. دومین حمله در سال 909 یا 910 میلادی رخ داد. هدف از این اعزام نیز جزیره آبسکون بوده است. طبق گفته ابن اسفندیار در کتاب تاریخ طبرستان، حاکم شهرستاری با کمک امیر طبرستان ابوالعباس توانست نیروهای وایکینگ را که به میانکاله رفته بودند شکست دهد. سومین حمله نیز در سال 911 یا 912 میلادی به وقوع پیوست. این بار وایکینگ‌ها برای هجوم به طبرستان ابتدا به شهرستاری حمله کردند و پس از قتل و غارت و به آتش کشیدن روستاها سوار کشتی‌ها شده و به سمت دیلمستان گریختند. سپس در نزدیکی چشم رود دو گروه شدند. عده‌ای در کشتی‌ها ماندند و عده‌ای دیگر به ساحل حمله کردند. ولی دیلمیان متوجه این موضوع شدند و شبانه کشتی‌های مستقر در ساحل را آتش زدند و مهاجمین را کشتند. ولی آنها که در دریا منتظر بودند با اموال غارت شده گریختند.